در دو دنیا سربلندم از دعایت ای پدر. من کتابی نابی پندم از دعایت ای پدر. السلام علیکم بیننده های عزیز. السلام علیکم نفرانی که تاریخی آینه نیروگین همراهی ما دیده به دیده میرسند. من امروز آمده ما به سراغ نوبتی به آدرس نوبتی در حقیقت که پی بردید. امروز ما از آغاز سخن پدر را خواندیم و بحث کردیم. امروز پدر مهربانی خاندان شاه سلطان، در حقیقت شاه سلطان طلایی انمی خاندان را از نام فرزند عزیزشان که در شهر خارجه بوده است، از نام واحد جان، از نام دخترکان نازنین تبریک میگویم. آن لحظه های خرسندی را پیشکش شما میکنیم. البته نیست شما همراهی ما باشید. کندی رفته السلام علیکم پدرجان های عزیز، السلام علیکم مادران مهربان. هر یکی شما با امروزه خانواده خوشوقت من خوش آمدن. امروز ما فهمیدیم چون که یک عنعنه زیباست در روز خرسندی پدر مادر رو تبریک میگویند، دل آنها را شاد میکنند و به زیارت کعبه الله برابر میشوند. امروز شاه سلطان طلایی خاندان در حقیقت دعاگوی فرزندان وقتی جوانی عمر حیات خود را بهر فرزندان فدا کردند، تا حال برای فرزندان خدمت میکنند. امروز خوشوقت مقصود روز دارند. البته یک قرصک میزنیم به نظام تکلیف میکنیم. مرحبا. و البته به نزد خوشوقت آمد سرور خدا را تکلیف میکنیم. کنی اول ما نزدیک تکلیف کنیم. مرحبا. السلام علیکم. خوشوقت آمد. امروز زادروزتان مبارک. امروز مولود خجستتان را صمیمانه تبریک میگوییم. در دل چی آرزو داره، چی نیت های نکو داره، الها عملی گردد. امروز ما شما تبریک کنی آمدیم. از نام کی؟ از نام فرزندان. کدامشان؟ فرزندان البته از نام فرزندان و از نام واحد جان که در شهر خارجه بوده. نه، از نام واحد جان دوستی عزیز شما را تبریک میگویم. واحد جان گفتند که پدر من از خردی در حیات من قهرمانی زندگی ما هستند. برای ما هر آن نیت هایی که ما میکردیم عملی میکردند. وقتی جوانی خود را، آن مهنت های حلال خود را برای ما زحمت کشیدند، صرف کردند. ما تا هستی حیات تا بودنشان پدر مادرمان را تاج سر کرده میگردیم. در حقیقت پدر من یک پدر مهنت دوست، پدر خوابسار صمیمی هستند. یگان بار ما از زبانشان سخنهای بد را نشنیدیم. رحمت برایشان. یک آینه برپا کردیم، خواستیم که همون قدم های مادر و پدر را زیر کنیم و از قفای آنها باشیم. هر وقت در سری ما تاجی سر شده کردن. همچنین ما را دعا گویند که ما در سفر هستیم، در مسافرت هستیم. دعای پدر مادر به شبهه مستجاب است. میخواهیم که همراهی مادر نازنین من عمری دراز بینند، ساق و سلامت دعاگوی ما شده گردن. من از همه روی دنیا انسانی بای گفتم من خدا فخر کردم میگردم. رحمت برایشان. امروز مهمانان عزیز شهر به اعتبار میدیم که نو کافته یافتیم که برای پدر عزیز را وصف کنیم. ما که در روز خرسندی آنها اشتراک کردیم، خدمت کردیم، در توی واحد جان نیز در خدمت بودیم. یک انسانی صمیمی هستند، یک انسانی خاکسار هستند. همراهشان هم صحبت شدن، جهان بینی انسان را وسیع میکنند. رحمت برایتان. هیچ وقت از صفی دوستان کم نشوید. زیبی انم خیلی بزم های زیبا، زیبی انم خیلی دسترخوان های پر از ناز و نعمت گردید. ولی امروز مهنتی حلال کردید که این دختران نازنین، آن شاخسر اصیل به آن مهنتی شما جواب گرداندند. پدر عزیز من می ارزم به هر یک گفتنی های شما. پدر عزیز من امروز نو جشن 18 سالمه، 20 سالمه، چند ساله؟ سالی بود. آلی باشد.
البته بگذار الان خیلی جوان شده ابرمردی خاندان شده گردید نبیره ها با یک باباجان دعاگوی یک باباجان خیرتمند شده بهر آنها در شاهراه زندگی فقط راستی را آموزانید امروز از نام همین دختران نازنین از نام البته واقعی جان برای شما میخواهیم این گفتنی ها را رسانیم البته پدر در تشنگی دریا پدر تنگی ها دنیا پدر دارو پدر درمان پدر روشنگری دلها پدر هم مشکل آسان است پدر هم مرهم جان است اگر خرسند کند ما را همان دم چهره خندان است پدر باشد نباشد غم نباشد مشکلات هر دم پدر نیروی فرزندو پدر یک عالمی بیغم پدر رهبان انسان است چو شمع تا روز فروزان است دل افروزی ترنم‌ها پدر جان است پدر جان است پدر عزیز ما در زندگی که تاریکی و پستی دارد همچو شمع چراغان کردند راه ما را همچو خورشید درخشان حیات خاندان ما را زیبا کردند ما دوست می‌داریم پدرمان را در این خیلی مشکلی های حیات در این خیلی پستی و بلندی های حیات مادرمان نیست قوت دیگه شده آنشان با همدم شده ایستادند رحمت برای مادرمان آن الله های شیرین مادرم آن چهره پر از نور مادری من همیشه در یاد من هست میماند در خردی ما را از همه پیش نگاه میکردند ما را با آن طعام‌های با لذت با آن لباس‌های لباس‌های تازه نگاه می‌داشتند رحمت برایشان امروز برای پدر عزیزم چقدر تحفه کنیم چقدر آن تحفه‌های ارزنده و گرانبهاترین را بیاریم کم است و البته یک خاطرمان تحفه را امروز برای شما آماده کردیم خطا نکنیم نبیره‌شان در دستشان است ساعت برای باباجانی عزیزشان یک تا میسپاریم خرسک میزنیم زاد روز مبارک باشد مرحبا مادر تو شعری بهترینی من تو عطر یاسمینی من تو ماهی نازنینی من خدای در زمینی من ایا مادر فدایت من بمیرم من برای تو نآید کس بجای تو همه دنیا نمی ارزد به گرد خاک پای تو ایا مادر فدایت من امروز در سایت های اجتماعی آن شعرها رو میخوندیم یک مصرع خواندم که گفتم امروز میگویم امروز برای مادری مهربان میرسانیم که انا همون پیغمبر آخر زمان هم گفتند بهیش در زیر قدم های مادر است امروز در روز خرسندی این پدر عزیز این خیلی فرزندهای نازنین را این خیلی دخترکان اصیل را شاپسر را تولد کرده با یک نازکی با یک ناز و نیاز به وای رساندن رالی مادر کلان است رحمت برایتان بگذار آغوشتان پر از زیبایی دماغتان پر از خوشبویی باشد گفتند علمی دستگلی بسیار هم نایاب که خشک نمیگردد خزان نمیشود برای شما آماده کردن البته با یک خرسک زنیم برای مادر مهربان سرور خالد امروز روز خرسندی مبارک خوشوقت آمد چی فکر میکنین عکسای چی باشد؟ نه گفتم که البوم خاندان ما پر از رسم‌های پدر و مادر ما هست از آن جوانیشان تا حال پر از
رسم‌های آنها است. برای پدر مادرم یک عکس را یابید که عاشقی را، مهر و محبت را وصف کند. امروز ما از خردی از مکتب، از آن جایهای علم می‌آموزیم، می‌دانیم که لیلی و مجنون یک دل آن عاشقان گذشتند. امروز همین عکس‌ها برای شمایان بگذار در این خاندان آویزان باشد و هر بار بینید دوری همون جوانیتون به خاطر بیاید. برای فرزندان دعا گویید و همیشه برای آنها دعاگوی باشیم. عکس چی باشد اکن؟ از که جوانی کن، جوانی و دمهای عاشقی شمایان. ادا خرسک میزنیم عکس‌های زیبا و مبارک باشد. سرور خاله امروز روزی خورسندی است. همین امکجان عزیزی ما، ابرمردی خاندان. مانا هر دویتان خداوند عزیز یک ترتیب زیبا کرده بود است که صاحب این خیل فرزندهای اصیل گشته، صاحب این خیل عائله نکونام گشته. یکتا امروز اون دلها با که غم کده ماندیم، همه‌اش جمع کده، شعرش کدی چهار قطار کده، برای همین امکجان عزیز میرسونه. مرحبا. Assalamualaikum warahmatullahi Habrin beklerim şuraya. Boş. Çok selamat dasarım geldi. Dasayla böyle kodum dasarı başlattım. Umri daroz diyet nakdo. Sarı başa kodum çok selamat geldi işte. Amcoya pirşevem ha? Bigzor. Anam خیلی زیبی دوران شده. شمایان صاحبی این خیل نبیره گشته. الها آن همین نبیره ها، آن همین طفلکان در توی عروسی خود اشتراک کردن، آنها را نیز دعاهای نیک کردن نصیب کند. امروز نیت کرده در اینجا یک تارت زیبا را آماده کردیم. بگذار که هر بار در روز خرسندی خوشبختی آن خیل شیرینی ها را یک جای بریم، از آن تناول کنیم و این خیل بزمهای زیبا با هم جای اشتراک کنیم. من در اینجا شیرینی را تیار میکنم. پیش از آن باشد نیت میکنیم گلها را به دختران میسپاریم. کار تیار می؟ کارت ها تیار باشد اگر حاضر یک جایه کار تیار باشد اگر دیجای ما موزیک ها تیار می؟ مرحبا. نیت کرده این شیرینی را یک جایه می بریم، از آن تناول می کنیم. یک تا شمس رو خاموش کنیم یک جه دارید مبارک باشد. یک تا شمس رو خاموش کنیم. مبارک باشد. سرور خاله امروز عکس‌های جوانی را در جای کردیم. بگذار دوره‌های جوانی را به خاطر می‌بیاریم و از شیرینی تناول می‌کنیم. مرحبا. مبارک باشد. بقای عمر انسان است فرزند، و جسمی آدمی جان است فرزند. نبینی نعمت نایاب از او مکافات زیستان است فرزند. خوشبختانه هر یک مرد بچه بعد از که صاحب فرزند می شود نام پدری می گردد.
این احساسات بسیار هم بلند است. امروز در اینجا دخترکان نازنین هر یکشان با نیت‌های نیک برای شما انتظار هستند که برای شما قصد کنند. مرحمت یک تا سخن‌های نیکتان را میشنویم. السلام علیکم مهمانان عزیز، مهمانان پدر و مادرم، خوش آمدید به درگاه پدر و مادرم. دادا جان الهی 1000 ساله شوید، 110 ساله شوید، بعد از آن پیر شوید. وقتی مامان و وقتی نواراتون با همه وقت صحت سلامت سربلند شده گردید. با حسی پدر و مادرم فخر میکنیم. الهی 1000 ساله شوید. درد bilmagan otam, qaddi sira sinmagan otam, farzandlari iqboli uchun mehnat qilib tinmagan otam. Loydan quli chiqmagan gohi, buzlab sira aytilmas ohi, so'zlarimda xudo guvohi, mehnat qilib tinmagan otam. Bolam, chaqam, qizlarim degan, ortda qolar izlarim degan, umrim tilab duolar qilgan, mehnat qilib tinmagan otam. Aytib qilsam qilmas gar xato, nuqsonlarim bilmas muammo, yarim tunda uxlamas hatto, mehnat qilib tinmagan otam. Yuzi nurli ajinlar seyro, har ajinga asli men sabab, biror marta bir lahza to'xtab, mehnat qilib tinmagan otam. Ko'ngli toza, sochlarida oq, ba'zan ko'ngli qayg'udan yiroq, qish tinsayam dunyoda biroq, mehnat qilib tinmagan otam. Assalomu alaykum mehmononi azizon. Imroz ro'zi tavallud ro'zi padarbuzigoram. تبریک و مبارکباد نموده. اولم یک سلامتی، عمری دراز، دادا جانکم الهی 100 ساله شوید. شما عمری دراز میطلبید، اما وقت و سرکوی فرزندان تو سخت سلامت گشته، دوی جونی فرزندان کرده، بی یکم کتی پیر با دولت شوید دادا. 100 ساله شوید. Assalomu alaykum. Jannat darvozasi ochildi bugun, osmondan farishta yog'ildi bugun. Sizni Xudo panohida asrasin, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Tabriklayman buvajon, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Qordek oppoq sochingiz, uzoq bo'lsin umringiz. Qutlug' bo'lsin bobojon, 56 yoshingiz. Tabrik bilan jasad. Assalomu alaykum mehmonon, xush omadedon dargohi padaram. Jamlatam onam, davlatim dadam. Ilohim sad badare. 120 سالشته کجا پیشه تو میلوی. البته از نام خودشان، از نام واحد جان، از نام نبیره شیرین تبریک کردن به ارزد. شمایان امروز مهمان، فردا میکوبیم نیستن دختران، در خدمتشان کلید پادشاه. مرحمت اتاق شرکت تبریک میکنن. مرحمت. اول بار السلام علیکم. هم یکاتون خاندان مورد خوش آمده. من امروز تولد ملامک جان من الهیم بیمام که خوشا پیر شوم، فقط خوشی های خورسندی بینم، همه وقت هم خیر روزکای نفس باشیم. هم یکاتون کتی دیر باید کنی ندید این صاف باز این زیادتر شده. من جانی منم رای دور بعد رای دور تبریک کیسیم این صاف هم یکامون خدا خواهد به
هم پیشواز میگیره. اکن الهیم صد بدرویم فقط وقتی که مام با وقتی آیله با صاف سلامت گردن کتیاگاهی خاندانی مام شد. رحمت سلامت باشند. حاضر از کلام سالان سر کرده یک تک نیت‌های نغزشان را میشنویم. پس از آن نوبت را با سرودها میدهیم. مرحمت. روزی تولدشون رو تبریک میکنیم. نیم صد دارم. رحمت. رحمت. مرحمت. امیر جان الهیم صد بداره. یافت تافتکاتان توی تماشا خوش و خورسندی برابر. کسب کارتان برکتی است. چی نیت نیتتان برسه. رحمت. کسی سلیمان مرحمت. السلام علیکم میمونان عزیز. اولین این درگاه برادری من به خوش آمده. همه گفتم رحمت آمد گفتم برادرم با جان دل برابرم. الهیم صد بدره. الهیم سری بالای چقه و سری همه نبیرو و سوق سلمان باشه. الهیم هم وقت هم خیل با خوش نگرده. هم یکم با هم خیل رهبر شده گرده. الهیم رحمت هم یکتون با اومانیاتون با میمونم با سوق سلامتی. این سال با هم خیلی زیاد شده شده. من این وایجرم سوق سلامت بیاییم. من همین درگاه با فخر روزه نام با هم خیلی دوستو جمع آمده شده بیاییم. السلام علیکم میمونان کرامی. اولا خوش آمدید درگاه دادر جان من. امروز روزی تولدی دادر جانم. بیاییم صد بدارد کلین کتی خوش پیر شده ساخت سلامت کرده سلیم اون با وی جانم ساخت رفته سلامت کرد بیاد. این سال مول شده اینم نقش نید. رحمت. همیر الهیم صاف سلامت باشه. اول صد بدره اوتونیم کتی خوشه خرید کنه حضوری حواتی بچه اکویا نیوری اکویا دینه صاف سلامت باشه. های دودر جا صد بدره خوشه خریم شکن السلام علیکم. همه اکتون با خوش آمده. نوری دیده توجی سر موقع الهیم صد بدره. اول صد بدره پس از اون پیر شوه الهیم حضوری نیوره ایوره چهوره دیده همه وقت سری ما بس خوک سلامت کرده. ینگمون که خوشه پیر شوه چی نیت کوی نفس کرده الهیم نیت کتون برسه. تو جان الهیم صد بدره امام که خوشه پیر شوه حضوری نیوروت نبینه. این سال وی جان بیا این زیادتر شده. این 100 ساله شده. رحمت سلامت باشند. سخنهای نغز و نیکو. میهمانان عزیز اکنون با افتخار امروز پدری مهربان یک جای خرسندی کرده. در اینجا ما سرودهای شکر را تیار کردیم. اما ما اگر بی‌مالال باشیم اگر میرقصیم خرسندی میکنیم بگذار این خیلی بعضاها زیاده باشد. در این خیلی روزهای خرسندی هر بار آماده تبریک کنیم و الان خیلی فقط روزهای خرسندی شود. روزی بعد و غم را نبینید گفته برای شما نیت‌های نکو میکنیم. زاد روزتان مبارک باشد. مرحبا.
якісь میگیره از این وعده کردن که تا شرکت تبلیغ میکنیم گفتن ما با یک سبب‌های معین نتونستیم از این شرکت شهرش که تبلیغ میکنیم گفتن مرحمت دعوت برای شما مهمانای عزیز دادار سیمان خوشحال جنبه خوش آمدید تبریک میگیم همه وقت خدا عمر دراز میطلبم همین دادار سیمان و خوشحال جنبه الهی همه وقت سریع بچه‌اش با سال باشه سلامت باشه الهی صد بداره آینده‌اش به چی نیت داشته نیت برازی باشد حضوری ایوانهای بینه فقط شاد باشد خرسان باشد شد برای من همین خودش تشکر شیر را خونده تو؟ اینجا با تاکت شیر شیر من این دفعه اون درجه شیر من استم اون درجه شیر من خداوند یوبیله برند 60 سالگی به نصیب باشد اگر رحمت و دقت هر یکی شما تشکر میگیم عذر میخواهیم اگر وقت سال گفتگی باشیم این خیلی بزم‌های زیبا زیاده شود و هر بار آمده فقط شما تبریک کردن گیریم سلامت باشید بگذار خاندانتان و فقط آواز گریه کودک براید فقط روزهای خرسندی شود بگذار 60 سالگی 120 سالگی به آمده شما تبریک کنیم من خرسندم که این خاندان‌های پر از نور و این انسان‌هایی که جهانبینی و سعی دارند این انسان‌هایی که صمیمی هستند مهمان شدن برای ما خرسندی و وقت است در آن جای‌هایی که مهمان میشویم ما را میشنوند ما مانند همون کوه‌های بلند آهلیک زمین سربلند میشویم از شمایان الهام میگیریم شمایان هستید که ما به این درجه ها میرسیم رحمت الها زادروزتان مبارک باشد همراه خالجان عزیز عمر دراز حضور و حلاوت همین فرزندان را دیده فقط ساق سلامت کرده مخلصان عزیز در این خیل بزم‌های زیبا در این خیل بزم‌هایی که پر از شکوه گذشت در خاندان شما همراهی انهمان شبکه شهنان مهمان میشویم و پیشکش شما این خیل بزم‌های زیبا را میکنید با ما باشید با استودیوی شهنان رحمت جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادن از آن که روز فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روز فیروز شما شادند از آن که روز فیروز شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک دل شادم از غم همه آزادم مایان همه دل شادم از غم همه آزادم تبریک شما گویم از بزم و طرب شادم تبریک شما گویم از بزم و طرب شادم زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک
زمان باشه ما اهلی هنر خواهیم خوشبخت زمان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه امروز که روزی جشن زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شدن از آن که روزی فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شدند از آن که روزی فیروز شما شدند از آن که روزی فیروز شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک